اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن. همونطور که دیدین آقای مسعود پزشکیان در سفر استانیشون به استان کردستان اعلام کردن که اگر تا آذر ماه امسال یعنی سال 1404 بارندگی نداشته باشیم مجبوریم آبو توی استان تهران جیره بندی بکنیم. اگر بعد از اون هم بارندگی باز نداشته باشیم مجبوریم که شهر تهران رو تخلیه بکنیم. احتمالا یا خودتون یا آشنایانتون توی چند روز اخیر هم بهتون گفتن که آخر شبا آبشون قطع شده، رفتن روی سیستم جیره بندی و تا صبح آب نداشتن. امروز هم که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یعنی 17 آبان ماه 1404 وزیر نیرو این موضوع رو تایید کرده و گفته که در برخی از مناطق مجبوریم که شبها آب رو قطع بکنیم تا بتونیم در طول روز آب رو تامین بکنیم. ولی داستان چیه؟ چرا الان اینجوری شد؟ چی شده که الان به این روز رسیدیم؟ قبل اینکه صحبتامو شروع بکنم 2 تا گزارش از خبرگزاری مهر ببینیم که با مسئولین سد لطیان، لار و سد امیرکبیر صحبت کردن. این 3 تا ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. مخزن متاسفانه تو شرایط نرمال خوبی نیستیم. ما الان حدود 12 میلیون حجم مخزنمون هست که این حجم در تاریخ بهره برداری سد تا الان تجربه نشده بود. خب حجم واقعی سد فرمودید 180 میلیون متر مکعب تو شرایط نرمال و ارتفاع نرمالش. متاسفانه امسال با توجه به 5 سال خشکسالی که ما داشتیم حجم مخزن به 78 میلیون متر مکعب بیشتر نرسید و داغی که مشاهده کردن مردم و فعلا با توجه به ورودی که ما داریم حدود 2 تا 2.5 متر ورودی ما داریم. خروجی هم که با توجه به برنامه‌ای که آفای تهران و شرکت آب منطقه به ما اعلام میکنن ما خروجی نرمالی که برای تهران باید بفرستیم فعلا داریم ارسال میکنیم. خب من بخوام یه توضیح بیشتری بدم با توجه به اون خشکسالی‌هایی که ما داشتیم و بارندگی که به اصطلاح امسال اصلا تو سال آبی نداشتیم ما حدود 94-95% نسبت به حتی سال گذشته کاهش بارندگی داشتیم. از نظر حجمی هم به شدت حجممون نسبت به سال گذشته حدود 85% کاهش حجم نسبت به سال گذشته داریم. خب همه این شرایط و اعداد و ارقام نشون میده که شرایط نرمالی ما نداریم امسال. حجم آبریز ورودی به سد کرج چقدر هست؟ چقدر آب وارد میشه در بهترین حالت؟ با توجه به حوض آبریزی که حدود 740 کیلومتر مربع سد کرج داره تو شرایط نرمال سالهای آبی یعنی ترسالی که اصطلاحاً بهش میگن ما حدود 460 تا 480 میلیون متر مکعب آورد داریم. خب متاسفانه این آورد امسال به حدود 110 میلیون هم نرسید و این نشون میده که وضعیت خشکسالی چقدر شدید هست و الان ما باید منتظر بارندگی باشیم دیگه، درسته؟ ببینید با توجه به حجم مخزن ما یه حجم ثابتی از مخزن الان بیشتر آب نداریم و باید بخوایم شرایط رو عبور کنیم ازش. یه بخشش که خب لطف خداونده و انشالله بارندگی ها شروع بشه، یه بخشی هم برمیگرده به مصرف. 5 سال در سد مشغول کار میباشم. این اتفاقی که الان در سد هست تو آخرین بار شما کی دیدین؟ تا حالا همچین موردی تو سد سابقه نداشته. شما تو 25 سال گذشته اینقدر سطح این مخزن رو پایین ندیدین؟ نه تو این شرایط نبودیم ما. خب به نظرتون الان بارندگی ها اگر هم حالا اتفاق بیفتن شرایطی که در اطراف میبینین این که برف نیست چطور میبینین این ورودی آب رو الان چطور ما میتونیم ببینیم؟ میتونه تامین بکنه؟ میتونه به شکل سابق یا حداقل اندکی برگردونه؟ نه به این شکلی که بخوایم بیان کنیم. ما در حال حاضر حجم مخزنمون هلوش 14 میلیون متر مکعبه که در مقایسه با مشابه سال قبل در همین روز هلوش حدود 48% ما کاهش حجم مخزن داریم و با توجه به اینکه تو 5 سال اخیر ما خشکسالی‌های در پیش رو داشتیم و همچنین از اول سال آبی تا کنون
بارندگی تو $100 صفر بوده و شرایط مخزن به وضعیتی رسیده که ما الان مشاهده میکنیم ورودیامون خیلی پایینه و با توجه به اینکه ما چون $100 بیشتر از ذوب برف ما حجم مخزن میگیریم، با توجه به شرایط کنونی وضعیت ما خیلی خوب نیستش. یعنی میخوام اینو واقعا بیننده بیشتر بهش دقت بکنن. الان اینجا چند وقت بارندگی نبوده؟ ما از اول سال آبی تا کنون بارندگیمون صفر بوده. ولی شما فرمودین که اینجا در واقع بیشتر هم از برف میگیره آبشون. حجم مخزنمون از ذوب برفی که استحصال میشه. بسیار عالی. پس فقط میتونیم بگیم که شرایط فعلی همکاری بسیار ویژه‌تر و بیشتر مردم رو میطلبه. حجم مخزن سد لطیان در بالاترین ارتفاع 76 میلیون متر مکعب. امروز که در خدمتتون هستم من، میزان ذخیره آبی ما به کمترین خود در طی دوره بهره برداری یعنی 60 سال اخیر رسیده. امروز ما چیزی حدود 7 میلیون متر مکعب آب داریم، یعنی حدوداً میشه گفتش کمتر از 10%. من از مردم محترم و همشهریان عزیز تقاضا دارم با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی ما را در تأمین آب برای مردم یاری بفرمایند. خب همونطور که دیدین اصلا اوضاع سدهای تامین کننده آب تهران وضعیت خوبی نداره. سدهای تامین کننده آب تهران کدوم سدها هستن؟ سد امیرکبیر که دیدیم روی رودخانه کرجه توی جاده چالوس که احتمالاً همتون از اون منطقه عبور کردین و دیدینش. سد لار رو داریم توی جاده هراز حوالی پلور که اتفاقا یه سوتی خیلی بزرگ هم توی طراحیش داره که اگر علاقه‌مند بودین بنویسین که ویدیوشو حتما درست بکنیم. سد دیگه ای که داریم سد لطیان روی شمال شرق تهران توی منطقه لواساناته که احتمالاً رفتین و دیدینش. سد دیگه ای که داریم سد ماملوه که در جنوب شرق تهرانه، اون هم باز روی رودخونه جاجروده. و سد دیگه ای که هست سد طالقانه که توی شهرستان طالقانه، توی غرب استان تهران شهرستان طالقان، که احتمالا شنیدین که توی تابستون 1404 هم خیلی تلاش کردن برای مناطقی که توی استان تهران تنش آبی دارن به کمک انتقال آب از سد طالقان آب اون مناطق رو تامین بکنن. حالا بریم ببینیم وضعیت بارندگی توی سال گذشته آبی چطوری بوده. همونطور که احتمالاً شنیده باشین سال آبی از اول مهر هر سال تا پایان شهریور ماه سال آیندهش حساب میشه. دیگه از اول فروردین نمیان حساب بکنن، از زمانی که شروع بارندگی ها هستش و ابتدای فصل پاییز میان سال آبی رو در نظر میگیرن. وزارت نیرو توی آخرین گزارشی که در مورد وضعیت سدها و میزان بارندگی داده به ما که توی سایتش هم موجود هست یه همچین گزارشایی رو داره به ما نشون میده. بریم با هم دیگه بررسیشون بکنیم. همونطور که توی این فایل داریم میبینیم وضعیت کلی مخازن سدهای کشور رو از ابتدای مهر 1403 تا پایان شهریور ماه تا 29 شهریور ماه 1404 اومده به ما گزارش داده، یعنی سال آبی 1403 1404. همطور که میبینیم سال گذشته یعنی سال 1402 1403 ورودی آب مخازن سدهامون 42.31 میلیارد متر مکعب بوده، ولی سال 1403 1404 تبدیل شده به 24.63 میلیارد متر مکعب، یعنی 42% اختلاف. حجم آب موجود مخازنمون توی سال گذشته به طور متوسط 25 میلیارد متر مکعب بوده، ولی امسال رسیده به 18.83 میلیارد متر مکعب،
یعنی پرشدگی سدهامون یه چیزی تقریبا 36%، یعنی به طور متوسط 64% ظرفیت مخازن سدهای ما تو کل کشور خالیه. حالا اگه بخوایم بریم به تفکیک استان و حوزه آبریز بخوایم بررسی بکنیم، مثلا استان تهران و البرز که تامین کننده آبشون سدهای امیرکبیر و لار و طالقان و لطیان و ماملو هستن، وضعیتشون رو داریم اینجا میبینیم. سد امیرکبیر حالا تا زمانی که این گزارش تهیه شده تا 29 شهریور ماه موجودی مخازنشون 30 میلیارد متر مکعبه، درصد پرشدگیش هم 17%، در صورتی که 73% نسبت به سال گذشتهش کمتر شده. لار که وضعیتش بدتر هم هست، لار که گفتیم سمت پلوره تو جاده هراز، موجودی مخزنش 24 میلیارد متر مکعبه، درصد پرشدگی 3% و 42% از سال گذشته کمتر آب داره. سد طالقان یه ذره وضعیتش تو استان تهران بهتره، موجودی مخزنش 175 میلیارد متر مکعبه، ببخشید اینا میلیون متر مکعب بودش، من اشتباه گفتم، 175 میلیون متر مکعبه، درصد پرشدگیش 42% و 34% کاهش داشته نسبت به سال گذشتهش. سد لطیان و ماملو هم که گفتیم بر روی رودخانه جاج رود هستن، 41 میلیون متر مکعب بیشتر آب نداشته تا پایان شهریور ماه و درصد پرشدگیش 13% و 48% نسبت به سال گذشته کاهش داشته. اون ویدیوها هم که دیدیم که از مسئولین سدهای لار، لطیان و امیرکبیر که در مورد وضعیت سد صحبت کردن و ویدیوش هم دیدیم. خلاصه اصلا وضعیت جالبی توی سدها ما نداریم. وضعیت بارندگیمون چطور بوده؟ وضعیت بارندگی استانها همونطور که توی صفحه دوم این فایل میبینیم، از ابتدای سال آبی یعنی از 1 مهر ماه 1403 تا 28 شهریور 1404 به این صورت بوده. بدترین بارش رو توی استان سیستان و بلوچستان داشتیم که تنها 24.4 میلیمتر به طور متوسط بارش داشته. مقدار متوسط دراز مدتش چقدره تو 57 سال اخیر؟ 107.3 میلیمتر و نسبت به متوسط دراز مدتش 77% کاهش داشته. همین سال گذشتهش یعنی سال 1402-1403 مقدار بارش این استان 162.1 میلیمتر بوده که 85% کاهش بارندگی داشته نسبت به سال گذشتهش فقط. پس ببینید چقدر وضعیت خرابه. همینطور هرمزگان، بوشهر، خوزستان. حالا استان تهران رو هم اینجا میبینیم. مثلا استان تهران متوسط 57 سالش 277 میلیمتره که سال گذشته فقط 159 میلیمتر بارندگی داشته و نسبت به میانگین دراز مدت 57 سالش 42% کاهش داشته. سال گذشتهش سال 402-403 میزان بارندگی استان تهران به طور متوسط 240.5 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته هم با 34% ما کاهش داشتیم. و بهترین استانمون از لحاظ بارندگی استان گیلان بوده که میانگین دراز مدت 57 سالش 964 میلیمتر بوده که امسال 1025 میلیمتر ما کم بارش داشتیم توی این استان و از سال گذشته آبیش هم باز بهتر بوده. ولی باز هم خبرهایی که به گوشمون میرسه و طبق آمارهایی که همین فایل به ما ارائه میده، استان گیلان هم سدهاش وضعیت اصلا خوبی ندارن و حتی گزارش قطعی آب توی استان گیلان هم به گوشمون رسیده. مثلا سد سفیدرود رو میبینیم که توی جاده که میخوایم بریم
از قزوین به سمت رشت حتما مشاهدهش کردین. سد سفید رود 31 میلیون متر مکعب پرشدگی داره، آب پشتشه که تنها 3% ظرفیتشه و نسبت به خدمت شما عرض بکنم که سال گذشتهش 83% کاهش آب پشت سد داره. پس همینطور که میبینیم اصلا وضعیت امیدوار کننده ای نیست. حالا چی کار باید بکنیم؟ دست رو دست بذاریم تا بذاریم همه کشور خشک بشه؟ آیا مسئول شرایط کنونی فقط شهروندیه که میره زیر دوش و فکر میکنه، یا کسیه که مسواک میخواد بزنه آبو نمیبنده؟ جالبه بدونید که 30% آب ما در آب شربی که تامین میشه در کشور توی سیستم انتقال لوله کشی از بین میره. پس اگه ما بیایم توانمون رو بذاریم روی اون، بهتر نیستش؟ نمیتونیم آب بیشتری رو ذخیره بکنیم و توی این شرایط خشکسالی بتونیم دووم بیاریم؟ یا حتما باید بذاریم که همه محصولات کشاورزی کشت بشن؟ نباید یه آمایش سرزمینی داشته باشیم که کجا چه محصولی بکاریم، کجا چه محصولی نکاریم، چه محصولی رو اصلا دیگه بیخیالش بشیم بریم سراغ وارداتش؟ آیا این تز خودکفایی توی محصولات کشاورزی این بلا رو سر ما نیاورده؟ شما اگه ابر بودین میرفتین جایی که رطوبت داره میباریدین یا میرفتین یه جایی که بیابون خشک و بیاب و علفه؟ آیا این پوشش گیاهی که ما از بین بردیم توی کشور باعث نشده که به این روز دوچار بشیم؟ وظیفه هر کدوممون چیه؟ چی کار باید انجام بدیم؟ ممنون میشم که با من همراه باشین، این ویدیو رو لایک بکنین، اگر خوشتون اومد به دوستانتون هم پیشنهادش بدین و توی چنل ما سابسکرایب بکنید که همراه هم باشیم، بریم این مسائل رو بررسی بکنیم، کنجکاوی بکنیم، چه توی مسائل مرتبط با آب و محیط زیست، اقتصاد، توسعه و تاریخ، تا بتونیم بهتر برای آیندهمون برنامه‌ریزی بکنیم. ممنون که همراه من بودین. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. زود برمیگردم، به امید دیدارتون.